یگید چی شد؟ فاتح جان یگید فاتح هم رو کشتن. چی؟ نشونیدی مگر آقای دوستان؟ نشونیدی؟ فاتح هم را کشتن، بیسرم را کشتن. بیسر جان خدایا به من صبر ده. یگید چی شد؟ خوب است؟ چی شد آقای داستان؟ چیکار شد در اینجا؟ یکی در اینجا چیکار دارد؟ ناخوشی روی داد. آقای داستان چی شد بگوید آخر؟ چرا یکی گریه دارد؟ چرا؟ نجیب سردار نمیدانم چی بگویم. یا اینکه افاته یگان کاری کردن؟ یگید خواهش آنها را با جان آورد. فاتح را پراندن. چی ها میگوی آقای داستان؟ مگر این حقیقت دارد؟ این کارو کردن نمیتوانند نمیخندی؟ نجیب سردار افسوس که چونی می نماید. حتی به یگید شنوانیده عمل کردن. خدایا توبه. و حالا کودک میده بود. خدایا تو از آنچه در دل من هست آگاه هستی. من کار درست کردم. باز هم لازم آید میکنم. برای حجت ها را نسوزاندن ذره هم پشیمان نیستم. فرزندم هم به مثل من فدای وطن شد. خدایا او را یک بار دیگر به آغوش می گرفتم. التجا می کنم یک فرصت دیگر بده. در همین دنیای فانی به جبران همه عذاب و دردهایم به جزا گرفتار شدنی ظالمان را ببینم. خدایا به من صبر بده. خدایا عقلم را نگاه دار تا دیوانه نشوم. رفت سردارم. یگانه گنج حیاتم رفت. او را از من گرفتند. سردارم به من باز یک نیکی میکنید؟ البته سردارم یراقتان را برارید.
بر سرم پرانید. مرا از این عذاب علیم خلاص کنید. بگید با صبر باش. مگر همین طور زندگی کرده می شود سردارم؟ از این پس هر نفسی می گرفتم درونم رو می سوزاند. هر قدمی ماندم مرا به خاک می کشد. چه خیلی دلشان می شود که طفل بیگناه را می کشد. آنها به این کارشون جواب می دهند. جگرم می سوزد سردارم. وجودم می سوزد سردارم. من چیکار کنم؟ بگو چه روم؟ به من یاری ده سردارم. سخن تمام شد. جان تمام شد یگیتم. و تو چی بگویم؟ یگید باز گفته هایم را نکرد. چخیل آدم بوده است مرا دیوانه می کند. برات کاری باید کرد که مسئله خزینه حل شود، یا امروز یا فردا حتما باید حل شود. اطاعت سردارم. این کار را حل بدون. با فرزندش تهدید کردیم، آواز نبرآورد. در درونم احساسی هست که حیرانش شویم. من برای شما راهی رو میابم که این کار را با کلی حل میکنیم. پروا نکن. خیر، برای کارت پگاه صحبت میکنیم. از این پس برایم زندگی و مرگ فرقی ندارد. نکن یگیتم. نکن. ریشه آنها را کندن برایم فرض شد سردارم. آنها بسیار فاتحان را خوردند و سیر نکردند. باز خونی چندین ها را می نوشند. آنها هرگز سیر نمی شوند. سیر نمی شوند. لیکن این مراتب وضعیت دیگر است یگیت. ما باید صبر از دست ندهیم. با صبر به پیش برویم. نیکی خطا نکرده. این دفعه نه صبر، نه راستی، نه خطامان سردارم. با اجازت شما. ایست. و کجا می روی؟ تا بگوییم و خطا نکنیم. نمیدانم که به کجا روم، ولی باید روم. این انبار همینجا باید باشد. شبی دراز گفتم. تو باوری داری که آنها در اینجایم؟ والله مطمئن نیستم، لیکن احتمال است. با آقای محضر هم گفتم همینجا است. الو. لبای لیلا. آقای مظهر، به انباری که تشکین گفت آمدیم. جان، شما انتظار باشید. من گروه را روان میکنم. با اینجا یک ماشین آمد، در نزدیک در ایستاده است. باید مداخله بکنیم. نه، انتظار شوید. گروه را انتظار شوید میگویم. اگر در حال ندرویم آنها بخور شدن است، نابود میگردند. من میدرویم. لیلا ایست. میدرویم. من میدرویم. تو اینجا انتظار شو. اگر یگان کس برایت تعقیب کن. با تو چی گفتم؟ اینجا مون. خوب، اما این کار یک قاعده دارد. همه امرها را حتما اطاعت کردن لازم نیست. تشکین گپای بیهوده نزن. مرا اینجا انتظار شو.
کودک رو بیارید. خوب شده سکه. فاتح دادت رو خیلی غمگین کردیم. میمدو جزای کودکی کشتت رو خواهی داد. قاتلی افلاس. دادم در کجاست؟ شکر که بیدار شدی. تو هم خیلی خواب آلود بودی. فاتح زنده است. او را نکشتند. آه خدا را شکر. آواز سلاح احتیاط کنید بچه ها. پراکنده شوید. هر دوی شما با من بیایید. شما عقیب رو ببینید. کجا گم شدید؟ زود اطراف رو ببینید. که پرنده باشد در خود یابید. اکا کودک نیست، گریخته است. کجا رفته است؟ من نمیدونم. چی خیر نمیدونی ها؟ نباشد رفته کابد. کمی زودتر باشد. داد نزن مایلش. من دوستی پدرت هستم. من تو رو به نزد اوی میبرم. بیا دستت رو گیرم میرویم. فاتح شد بس گریه نکن. ایستا کودک را مان. سلاحت را پرتو. و این طرف بیایید. کودک رو یافتید. بچه ها یک دو دقیقه به من اجازه دهید. رفته یک چای نوشید. من با بیمار کاری دارم. آکا با ما گفتن که اینجا رو ترک نکنید. من میگویم که ترک کنید. کو برایم نگاه نکرده روید. زودتر. برو از اینجا. زودتر. برو. الو کو خیز بگم. بس از این قدر خوب کنی. خیز بیدار شو. کودک رو رها کنید. مرا گیرید. چی کاری که خواهید میکنم. استخبارات که ها باز خرید و فروش رو بس کرده است. تشلو نکنو یک طرف گذار. آدم از آن چیزی که بسیار ترسد عزرائیل با همان سرعت به نظرش نمودار می شده است. مرگت نزدیک است پیکس. عذاب مردن را حس کن.
به من مکان تولجی و ممدوح را میگویی؟ آواز گرگ را ده، نفس گرگ را ده. نباشد بیمیر پیکاز، بیمیر. نفس گرگ را ده، نفس گرگ را ده. به سوال هایم جواب بدی. تولجی نام آدم در کجاست؟ الان که مرا میپرسی رفت از ملکه پرس. ملکه گفتی؟ او باز از کجا پیدا شد؟ اکا تو چکور کردی؟ ملکه به این چی ارتباط دارد؟ بگو پیکاز. گوش کن پیکاز، فرزندی مرا کشتند. قسم میخورم که در همین جا بوغی کردم میکشمد و به عقب نگاه نکرده برآمدم میروم. به این هم من تمام شدم. چشمم چیزی را نمیبیند. آدم برین بگو، آنچه که میدانیم بگو. چی شده است با لیلا پیکاز؟ آدم برین به من بگو. گاهی ملکه میگویی گاهی لیلا. مرا دیوانه نکن. لیلا در اصل ملکه است. مزار او را جراحی کرده است. تو را فریب میکنند. گوش کن احمق، تو را با کار زدم و یا اینکه به سرت با یکون چیزی سختی زدم. تو چی سفتت ها میگویی؟ پهلوانم گفته هایت درست است. برای چی مرا کار زدند؟ میدانست که من به تو اصل لیلا را میگفتم. این هم از نیرنگ های نوبتی تو است. وجد را هم یافتم. گوش کن پیکاز، گوش کن پیکاز. من را دیوانه نکن. باز چه دروغ ها میبافی؟ رو از مظهر بپرس. درباره ملکه از لیلا بپرس. لیلا آن دختر را دانسته با غیره من در آورده. باز برای گفتن امانه شود. بیدار شوی گید، بیدار شو. ملکه تو را فریب میکند. بیدار شو، بیدار شو. تو چی کار کردی؟ دیدی آخر کودک رو گیر و زود از اینجا دور شو. دهانت رو نگاه دار. تو هم همراهی همین هایی، همین طور. جاغت رو نگاه داری. حادثه در همین جا میماند. نه با آقای مظهر و نه با آقای یکی چیزی نمیگویی. مرا فهمیدی؟ وگرنه چی؟ وگرنه مجبور میشوم با یکیت بگویم که ملکه هستی. تو این رو از کجا میدونی؟ سوالات زیادت است. میدونم آخر. زود از اینجا دور شو. مالش، لیکن تو همه این رو با آنها چی طور میفهمونی؟
چی کار میکنی؟ فاتح را گیرو از اینجا رو. زود! گوش کن. اگر برای زنده ماندنت دروغ بافته باشی دانستمان که باز میایم پیکاس. همه چی را اثباتت میکنم. من هر اول وظیفه لیلا را و پس آن شخصیتش را پنهان کردم. اگر تو حقیقت را میدانستی از لیلا پرسان میشدی و حمیدی و غیر تو و غیر تو همه این را میداند. مثل کودک با تو بازی میکنند. تو چی کار کردی؟ برای این یبان سبب دیگر را جستجو نکن. پیکاس پدری اون دختر را کشت. اون دختر باشد انتقام پدرش را مگر این گرفتن. کار قدر آسان؟ بله همین قدر آسان است. حالا در اینجا بودنت را میدانم. رو! انت خوب هستی؟ آواز چرا برام؟ گفتم حمله کنم لیکن این مراتب کم. ماشین رو به کار درور زودتر. فاتح خوب است؟ خوب است زودتر. این مراتب اثر دارم یک آفری را حق میکنم. میرویم زودتر. لیلا التماس با من خبری خوب بده. فاتح رو نکشتند. حاضر با من است. خدا را شکر. یگید در کجاست؟ نمیدونم. زنگ زدم اما جواب نداد. تو در حال به اینجا بیا. برای یگید هم خوشخبر می شود. اگر فهمت خرسند می شود. کاری خوبی انجام دادی لیلا. تبریک عرض می کنم. به شما تشکر سردارم. اکا یگید خوب هستی؟ مگر من خوب می نمایم؟ اکا ما هم شنیدیم. خدا رحمتش کند. اگر از دستمون یگان چی آید؟ با تو هم گپ بزنم خیری. با تو هم باریدی این کار هستی. خیلی که نفهمیدم. به همتان نشان میدهم. به همتان. باز چی شد؟ یک حیات صبونی است. خدایا با ما صبر ده. سردارم اکا یگی تو ما آمد در کجاست؟ با خدا مثل شمال نزد آقای مسر در اومد. تکرار به تکرار گفت که به همه تو نشان میدهم. خدایا خداوندا باز چی گپ است؟ از کجا میدونم؟ بخیر از خدا خواهد. در کجا بودی یگید؟ گمان کردم که نهایت در عمرم با شخصانی با اعتماد روبرو شدم. آقای مظهر به شما باور کرده بودم، لیکن شما هم از پشتم خنجر زدید. بسیار خوب کردید. چی ها میگویی یگید؟ چین به تو بعضی گفتنی ها دارم. نخواد. چی گفتنی ها دارید؟ میگویید که چی طور مرا فریب داده احمق کردید. یگید تو چی ها میگویی؟ از گفته هایت هیچ چیز نمیفهمم. البته نمیفهمید، زیرا به فایده کارتان نیست. چی گفتنی هستید برایتان بگویم؟ گفتنید که لیلا در اصل ملیکه است. گفتنید که ما تو را بازی دارنده احمق کردیم. همین را گفتنید، ها؟
این را از کجا باز برآوردی؟ مایلش بگذار چون این باشد. درست است. یعنی این کار هم نمی کنید؟ هرگز این کار نکردم. تنها حقیقت را روی پشت کردم. به این هم دیر و زود معلوم می شود. به شما باور کرده بودم، اعتماد داشتم، تنها شما را باور می کردم. یگانه شخصی باورینا که می دانستم که مرا نمی فروشد. من کسی را نفروختم. یگید به خود بیا. به من چنین حیات تماما لازم نیست. آخر من به چی باور کنم؟ از این پس به کی اعتماد بندم؟ به کی؟ به من بگوید. ای خدا این رو ببینم. بگوید آخر، التماس بگوید. انا بینید کی را آوردم؟ فوتی کنیز جا بیا. خدا را شکر زنده هستی. زنده هستی. شیر بچه ای من. ده شیر بچه هم رو ده. اکه گید از خورسندی دیوانه می شود. بازی رو در کجاست؟ در درون است، اما عصبانی است. داد و فیغان دارد. بروا نکنید. فوتی را ببیند هیچ درد نمیمونه. شیر بچه شیر بر اومدنش انتظار میشه. به من میده فوتی جان را. خوشش را با بازی کامپیوتر بند میکنم. اکه یگید که برآمد یک ارمغانی میکنه. مایل شدیم. کو بیا بچه جان. رفتیم. مایلش تو حق هستی. از تو پنهان کردم. لیکن کمی آرام باش و مرا گوش کن. چی خیلی آرام شوم؟ من باید به سر این زن میپراندم، ولی از رایم برگشتم. او را من باید میکشتم. شما باشید او را گرفتید و در میان ما جا کردید. برای تو کردم. برای خوبی تو کردم. پشیمان بود. کمک کردن خواست. از من کمک پرسید. حتی تا حال تو را... بس است آقای مظهر، بس است. التماس به من نگویید که آرام شوم، نگویید. آقای مظهر، من پدرم را نهایت پیدا کردم و لیکن زود از دست دادم. با گناهی که با کثافتی همین ملیکه شیطان. گفتم که دیگر شده است. دیگر شده است میگویید؟ دیگر شده است؟ این دختر راست به درون چشمان من نگاه کرده از دوستداری گپ میزد و ولی از پسم مسخره میکرد. من برای او خانه بنیاد کردم. من ساده به فریب مردم عادت کرده بودم. آقای مظهر، شما چیکار کردید؟ من تو رو فریب نکردم. اگر محتوای کار رو نظر کنم شبهه‌ای ندارم که در این کار خطا کردم. نتیجه عیان است. برای این کشور او هم مثل تو خدمت میکند، میفهمی؟ و حتی تو را مثل روز یکم دوست می‌دارد. تو بسیار به احساسات داده میشوی. من دلم را خالی کنم. شما میدانید که در این راه من کیها را از دست دادم. پدرم را از دست دادم، دوستانم را از دست دادم، اکنون باز جگر بندم را از دست دادم. شما میفهمید؟ فرزندم را از دست دادم. مگر من حق ندارم که کمی هم به احساس داده شدم؟ دلم را خالی کنم. آنها در آنجا درباره چی صحبت دارند؟ سردارم، بهتر شما دروید. بگویید که فرزندت زنده است. ممکن آرام شود. چی گفتنشان رو هیچ نفهمیدم. مثل موش گوش کردم. اما فوتی رو لیلا نجات داده است. و فکرم او بگوید. حق دارد. راست میگویید. حاضر فشارش بلند. سردارم شما دروید. شما رو احترام میکند. این هم راست. نه تو مرحمت کن. و فکرم خانومان در این کار یک قدم پیش دارند. یکی دست و قرضدار است. چیزی نمیگوید. درست. سردارم راست میگوید لیلا. کنی راست به درون. زود باش لیلا خانم. زود اکنون. زود ناز نکن. خوب گویده پا. بس است یگید، بس است. مگر ما در اینجا برای از همه چیزمون دست کشیدن قسم یاد نکردیم؟ بله یاد کردیم. از چی باشد که به این سوگندها تنها من صادق ماندم. بس از اکنون شد. آقای مظهر، شما باید به من این ضربه را نمیزدید. باید نمیزدید.
از این پس ملیکه را با جایم میگذاریم. با فکرم نه اونقدر مساعدت، لیکن فکر میکنم که دانستن یگید خوب است آقای مظهر. همین خیلی. یگید چیزی میخواستش را بر وقت دانست خانم ملیکه. تو چه ها میگویی یگید؟ آقای مظهر او چه ها میگوید؟ فقط کوشش مکر و فریب نوبتی را مکن وگرنه سری پر مکرت را میکنم. با آقای مظهر نگاه نکن میگویم. یگید ایست، همه چیز را میفهمونم. باز یکون خطایی نکنی. کاش که همان وقت مغزت را پاش میدادم. کاش که همان وقت به سخنان نجیب سردار گوش نمیکردم. یگید همه چیز رو به تو میفهمونم. اول مرا گوش کن. میخواهم به تو یک چیز دیگر رو بگویم. لیکن من یکان چیز شنیدن نمیخواهم. یکان بهانه شما رو شنیدن نمیخواهم. یکی درباره فاتح. آرام نام او را و نام مرا دیگر به زبان نگیر. قسم میخورم که به سرت بپرانم. تو را میکشم. شمایان میدانستید هر دویتون میدانستید لیکن خاموش بودید. آکا کمی پیشتر فهمیدیم. شکری زیاد آکا، شکری زیاد. شرم نکردید مگر؟ دیگر من با کسی باور ندارم. از حیات بیزار شدم. تو در کجاها خواب بودی؟ تو را من آدم کردم. شرم نکردی که از پسم خیانت میکردی؟ آکا چیو میگویی؟ لیلا کمی پیشتر اومد. گپ نزن خیری، گپ نزن. شما هم میدانستید سردارم. من هم دارم اینجا فهمیدم. اقلا شما با زخمی من نمک نپاشید سردارم. شما چگونه از من پنهان کردید؟ چرا از تو پنهان کردم؟ ملیکه بودنی لیلا را میدانستید و از من پنهان کردید. به شما آفرین سردارم. آفرین به شما. دیگه تو چه میگویی؟ انا هر دویشان اقرار شدند. از من پنهان میکردند. آقای مظهر ملیکه را جراحی کرده است. گویا پشیمان شده است و فریب و دروغ‌های دیگر. به این هم درویه بود. اکنون کامل شد. آکایگی تو خوب هستی؟ زحمت را گیر خیری. نرس با من. در حضور شما اکتریسه بهترین دنیا. خرسک زنید. همتون خرسک زنید. آفرین. خرسک زنید. آفرین. مگر ملیکه گوییم؟ نه اتیه نمیگوییم. از همه بهترش جایزه آسکار را برای نقش ملیکه درویت تقدیمش میکنیم. یکی صبر کن. آرام باش. سردارم، یک چند ساعت پیش فرزندی من مرد. این بسنده نبود که با چهره حقیقی خائن را میبینم. گوشم نمیکنم. بچه‌ام مرد سردارم. به شما میگم که بچه‌ام مرد اما شما مرا گوش نمیکنید. دادا جون من اومدم. بچه جانم. فاتح جان پسرکم. فاتح بچه اگه خوشوید بچه زیبایی من. فاتح جانم. بچه جانم.
بچه جانم بچه جانم تو چگونه به اینجا آمدی بچه جانم؟ با ماشین آمدم. با ماشین آمدی شیر بچه من بچه جانم خدایا شکری میاندازم خدا جان خدایا شکری میاندازم خدایا صاحبی لطفی بزرگی قربانت شوم فاتح جانم ابا منو با اینجا آورد. تمام شد بچه جان شد لیلا فاتح رو نجات داد. دادا جان من بیشتر اسما رو یاد کردم. تشکر لیلا برای نجات فاتح جانش رو در تهلکه پرداخت. بینداری را حق دارد فکر میکنم. لیکن من گفتم را گفتم. دادا جان با خونه میرویم. مهلش بچه جان مهلش فاتح جانم بچه جانم فاتح جان و تو خیلی باور میکردم از دست دادن فاتح ذره هم کاری خوب نشد. خیلی زیاد بودند. از دستم کاری هم ناومد. زخمی شدم. جانم رو به یک عذاب خلاص کردم. سردارم برات هم حقی دارد. بعد از پیکسی نااهده برام کاری کوچکی و قایمینیک میبینم که در حال پیکس را فروختی. من حقیقت رو میگویم آخر سینام. خیر خاموش، در اول میخواهم که برای کمک در تامین اسلحه در حضور شما سینان را تشکر گویم. خواهش میکنم سردارم. اجازه دهید سردارم. و مثل این 10 تای دیگر هست. گیر سلاح را از پیش چشمم. میدانی که خوشم نمی آید. نقشه های تازه را میخواهم مورد بحث قرار دهم. با خبر باشید امروز مینیک با میان روی ادوکت ساحل جزیره قدمی مهمی مناسبت را گذاشت. راضی کناندن دشوار بود. این آدم حالا هم دنبال حق خدمتش، لیکن راضی کناندم آدمی نیست که اصلا راضی نشود. خیر نتیجه همین از شهرداری برای گذرانیدن معرکه اعتراضی شدیدتر اجازت گرفتیم. به این هم آدم ها خبر رسانیدند. تیارند. حتی برای اقدام همین شب هم همه آمادند. با یک اشارت در جای گفته همون می شود. اکنون دیگر کاری نمان که اقدام ها را به امتیاز حواله کنیم. تا انتخابات وقتی کم مانده است. همه اسلحه را بر روی صحنه باید برآورد. هر چه زودتر درون بوده ها را به بیرون بوده ها را به درون درآورد. اگر این شمال به طرف ما وزد ما را کسی اعتراف نمی کند و در بیرون میمانیم. آقای برون در میانی ما به مثل برات آدم باشد اصلا باید امید ما رو نکنیم. تو راست میگویی آرزو. من هم از ته دل طرفدار تو هستم. البته که با چندین نفرها کار میکنم اما شخصی باوری ناکم برات است. برای لایق شدن به التفات شما این فخری من است. پاپام گریه میکند. چیزی که گویی حق استی. آن چیزی که نسبت تو کردم از همه زیاد به خودم کردم. میسوزم. لیکن شد خیلی پشیمانم. یگید ملکه دیگر نیست. ملکه مرد. لیلا هست. تنها لیلا. پاپام خوب است دادا. همه گفته هایت درستند. من آن ملکه درویه هستم. انیقترش بودم. اگر از برای من رفتنی باشی نرفت. ایست. کسی که باید رود این منم، نه اینکه تو. همه به تو احتیاج دارند. من نباشم هم می شود، اما این چرخ به تو نمیچرخد. آقای مظهر با اجازت شما. لیلا ایست دخترم.
من میروم. مرا به حال خود گذارید. خدا یارتون. آرزو خانم، لبای محترم برام. تو خواهی به خانه رو. امروز خیلی خسته شده ای. کمی استراحت کن. کار ما خیلی زیاد است. شما چه خیلی که خواهید؟ باران بزرگم به من هم اجازت دهید. نه سینون، سخنویدی مسئله حیاتی می رود. تو اینجا بیمون. خب اما حیاتم آخر. خاطر نشو سینون، برات مرا تو خانه میبرد. بله سینون اینجا ماند. برای دستگیری کردن احتیاج داره. من سینان تو بیمان. برات آرزو را تا خانه میبره. خب چه خیلی که قبول داره. بیو میبره. آخر سردارم، در اینجا موندنی من خوبتر نیست مگر؟ به این هم تو اینها را میدانی. آرزو را رسانده بیا. خوب نباشد در حال برمیگردم. سراسیمه نشو. امنیت آرزو خانم برای همه ما مهم است. خب روید. تو بستید. شما از پیش خانومی کلان. آقای برات خانومی کلان گفتید؟ خود را کلان سال دانستم. من پیر نیستم. چه خیلی که میبینید؟ منظورم سین و سالتو نبود آرزو خانم. منظورم دوری مسافه است. ای بی کلان است. نزدیک بودن خواستم. چرا ما از یک دیگر دور باشیم ها؟ بیا رفتیم کمی شادی میکنیم. در اصل شادی حقیقی را این آدم ها میکنند. با اون خاطر میگویی که آنها زیاد هستند و ما تنهاییم؟ هر دویمون تنها؟ نه نباشد من نمیروم. کنی فهمیم برای چی؟ با کجا میرویم دادای تو؟ با نزدیک بیاد میرویم بچه جان. در اونجا چی کار میکنیم؟ در اونجا ماما میخوریم. خوش آمدید. خوش باشید. دوستان اینها رفیقانی هستند که شب را درخشان میکنند. بچه ها شبتان درخشان باد. پیکاس نیست؟ حالا کمتر ناراحت است. دعوایمان به شخصیت ها پیوند نیست. پیکاس میرود مینیک میآید، مینیک میرود و تاس میآید. توبه سردارم، امروز من یگانجا نروم. نترس، من هستم. که امینی مرا محافظت میکنید؟ میکنیم محافظت میکنیم و اینقدر واهمه مکن. پرونده را به بچه ها ده. این کیست؟ خائنانی میباشند که در زمین‌هایتان رفیقانتان را کشتند. در خاک شما خدمت وطن نموده خلقتان را نیست کردند. همه جای را اشغال کرده گرفتند. مشخص در پرونده نوشته شده است. این دو اشتراکچی جنگ را در پیش چشم مردم برای عبرت تیرباران میکنیم. نقشه در بالای کاغذ به نقصان است. البته به نقصان می شود. همه‌اش را فکر کرده بر آمدیم. این نقشه را خوب طرح‌ریزی کردیم. گروهی بیکار و به قوت تأخیر نمی کنند. هر شب در همین قهوه خانه می شینند. بس همه این دوران عسکریشون را نقل میکنند. من 10 نفر را کشتم، تو 2 نفر را کشتی. با یک ذوق میگویند که بینی یکیش را شکستم، گوشش را بریدم. وقتی گفتن این سخنها درونم میسوزد. گروه های مخصوص تشکیل کرده به یک ضربه نابودشان سازید. انا به شما فرصت، رفته جزای این قاتلان را دید.
از این پس در آن قهوه‌خانه حکایه‌های کشتن عسکران را نقل میکنند. لیلا خانم این کس نزد شما اومدن. شد میتوانی روی. چی میخوایی بگو؟ این خیلی مهم است لیلا خانم. باید که مرا گوش کنید. تو شوهر شونده رابی هستی؟ بله، او چی حال دارد؟ میتوانم او رو ببینم؟ افسوس. او رو تنها با محبت گذرانیدن پس میتوانی ببینی. بارها گفتم اما گوشم نکرد. در آخر خودش را سوزاند. امشب حمله بزرگی میکنند. باید که مانع شوید. با من بیا. بچه ها چنان صدای برارید و چنان نمایش دهید که آتش به کوه ها رود و همه را سوزاند، به گروه های مخصوص جسارت و به عسکران تر شود. چنان خون بریزانید که خلق دوباره فرزندهایش را به عسکری روان نکند. حکومت جوانی نیابد که ارتش بسازد. ما همه این گفته هایتان را اجرا میکنیم، لیکن تا امروز چیزی تغییر نیافت. گوش کن شیر بچه، این مراتب دیگر است. خب به عوض این کار را چه میدید؟ پول خواهید پول، سلاح خواهید سلاح. در ماهی مرد حجم اسلحه‌تان را زیاد میکنیم، خواطر نشوید. گوش کنید، من راهبر را باور کناندم، مهلت معنی اعتراضگری را برداشتم. شما امر را اطاعت کرده شهر را به خون آغشته میگردانید. اولین هدف امنیت انتخابات را خللدار ساختن است. وضعیت را چنان خراب کنید که حکومت امنیت را در شهرها به دست نآورد. تا انتخابات باید ترس حکمران باشد. فرض کردیم که ناوابسته از کوشش ما انتخابات گذشت، آن وقت صندوق ها نباید گشاده شوند، آوازها حساب نشوند. خون ریزاندن و پهن کردن دو تیر پراندن است. این برای ما دشوار نیست. پول هم میگیریم، سلاح هم. کیمینیک سرقانونی نوشتد کجا شد؟ خریطه کشوری ما کجا شد؟ گیمن کشوری ما کجا شد؟ کجا شد سرودگی کشور را بس میکرد؟ این مسئله را فکر کردم دوستم، فراموش نکردم. گیمن را در مجلس کشور خودم میخونم، سرقانون را خودم اعلان میکنم. شما عسکران را ببخشید زبان عادت کرده، قاتلان را اشغال کرده کشید. گیمن را در 2 روز رفته می نویسم. امروز در محله ما حادثه شد. صبح یک چند نفر را دیدم، در دستشان کاغذ بود. با فکرم یگان حادثه می شود. آدم ها نمودی خوب نداشتند. چی می شده باشد؟ یگان فکری داری؟ نه، لیکن معلوم است که این کاری خیر نیست. آقای مسار برای شما زنگ یاجیلی است. کی باشد؟ یکی از مخبران گفت که سانسر گوید آقای مسار میدوند. لبای؟ نخواد همین شب؟ فهمیدم. نشانه دقیق قهوه خانه را نمیدانی. ما هم سر همین موضوع صحبت داشتیم. فهمیدم. میلش گروهی تروریستی در محله فیرت به قهوه خانه حمله می کنند. در کدام قهوه خانه بودنش معلوم؟ افسوس، یافتن آن قهوه خانه وظیفه ماست. در محله ما بین هم 3-4 قهوه خانه است که ترکا میشینند. شاید یکی از آنهاست. این کارو با من سپارید آقای مسهر. به یگیت هم خبر باید دهیم. مگر او ما رو ترک نکرد؟ چی باید کرد؟ لیکن دوستداری وطن و عشقی که نسبت ملت دارد هر گونه کینه و نفرت را از خود دور میکند. آقای مسهر وقت نداریم. کی میدوند که یگی در کجاست؟ اگر یابیم هم برگشتنش نامعلوم. اگر اجازه دهید این کارو من به عهده گیرم. میلش برای چه تربیه قهرمانی روز خوب نیست؟ حمله ججکه رو فکر کرده ایستادم. کاش که من آن را راهبری میکردم. پروا مکن و توز حل میکند. باشد، من خودم رو در چنین کارها بیشتر باور میکنم. برات من از مردانی که به خودشون باور دارن خوشم میآید.
برای دلخوشی کردن چی میگویی؟ چی کار میکنیم؟ تیرباران کردن گروه تروریستان رو تماشا میکنیم. توبه کردم خدایا، من همینقدر وحشیم. کارهای تا امروز انجام داده‌ات رو ببینیم. برات اجابتی کار بود. طرف این سونگری هم رو نشان دادن میخواستم. این طرف گذر. با کجا؟ با جای آرامی که تنها باشیم. خوش. مادامه که همین خیل میخواهی؟ گیتا فاتحم خوش آمده بچه جانی من باز من میرم رو برای شدم خدا جزایشان رو دهد و فاتح یگان بدی میکرد ترسیدم میگید هم بچه رو هم شما رو مثل گوهرگی چشم نگاه میکنم بیا بدرون درویم پسرم چرا به اینجا اومدیم؟ برای صحبت کردن اومدیم و همدیگر رو از نزدیک میشناسیم. من برات تنها شکار میکنم. آدم آرام نیستم. اکنون شناخته آخر تو مرا فهمیدن نمیخواهی. چی کار کنم؟ من مجبورم که تو رو بفهمم. اما من حسی اون رو میکنم که مجبور هستم تا تو رو بفهمم. موسفید تو چی؟ این کارهایت را میداند؟ موسفید؟ سینان رو میگویی؟ حاضر او را یک طرف گذار. خب برای تو دردی نباشد. آیا تو میدونی از اول از تو خوشم می اومد. فکر میکردم که دونسته درونی ما وارد شده ای، لیکن از دست یگیت مرا خلاص کردی. همون وقت باوریم رو به دست آوردی. وظیفه برای من از همه اولین درجه است. وظیفه اگر باز لازم شود میکنی؟ میکنم. میدونی که انا همین جسارتت مرا به حیرت آورده است. همین صفتت به من تأثیر زیاد رسانده است. نشی جانم بچه جان، مادر بس است، بسیار زحمت نکشید. خور بچیم خور، آش شود. خوراکی خانگی رو یاد کرده ای. کو دهانت را کشم؟ خوران دادیش خوران. اگر این خیل عادت کنم به خدا که دیگر نمیروم. اشتهای تو نرو بچه، چرا میروی؟ گیر بچه، نمیتوانم مادر، ایستاده نمیتوانم. چرا ایستاده نمیتوانی سی؟ مادر آخرین بیشرف ها آرام نمیشینند. به خاطر عافیت فرزندم من راحت و آرام را گم کردم. دهانت را کشو بچه جان، کشو. آفرین به تو بچه جان، آفرین بچه زیبای من. چیکار کنیم؟ تقدیر ما همین بوده است بچه جان. بچم خدا من به تو قوت و درمان دهد. آمین. حدی اقل امشب در اینجا بیمون، بچه‌ت هم از این دارت سیر می شود. البته میستم، چرا نیستم؟ کو بگیر بچه جان، گیر. کمی استراحت میکنم، لیکن یک مسئله دیگر هم هست. شما را به جای دیگر میبرم، در اینجا نمیستید. من برای شما جای بیخوفتر میابم. میلش تو میدونی اما در جای دیگر عذاب میکشیم بچه. چرا مادر؟ بعد عادت میکنید والله که بهتر میشود. بچه جانی من، بچه که خوشروی من، این زیبایی را بینید بچه جان. یکان شب به خوراک شام برایم به سینما رویم. ها؟ چی گفتی؟ موی سفیدی تو جنجال نکند. حالی این مسئله آسان است. به تکلیف چی میگویی؟ معقول است؟ چی شد آقای برات؟ از رفتاری دیروزه اثری نمانده است؟ دیروز چگونه رفتار کردم؟ روی راست به من توجه داشتی؟ نادرست فهمیده ای. برات زنها نادرست نمیفهمن. حالا این که من هرگز نادرست نمیفهمم.
این کار با خواسته تو نمیشود. پس چی خیلی میشود؟ یگان روز مکتوبت نوشته میفهمونم. تو چه ها میگویی؟ ملایمی رو موی سفید بکند. رفتار اینجا دوباره تکرار نشود. خیر نباشد. ای گوش کن مرو. ای چه خیلی خیر مرو. میروم برای همین خیر. مرو در اینجا پت افتم و کجا میروی؟ ای گوش کن مرو. لعنت به تو برات. به این کارهایت جواب میدهی. من میدانم چگونه تو رو ترک کنم. سردارم مرحمت. تمام انتظار شوید. حاضر فکر میکنم و درک دهشت را حس میکنم. وحشت نقشه های کشیده روز از روز خوبتر و نقصتر فهمیده ایستادم. وظیفه اساسی خود را گم کردیم و مردم خود را دشمن دیدیم. اقتصاد با کدام حال آمد؟ کشور از پا میافتد گفته فکر نکردیم. تنها نقشه آن را کشیدیم که چگونه به سر قدرت رسیم. 250,000 نفر گفتنش هم دهشت است. نقشه کشیدیم که 250,000 شهروندانی که حتی همدینمان هستند به قتل میرسانیم. هیچ باوری هم نمی آید. روی راست اغوا می انداختیم. خود از خود نقشه ها کشیدیم. مردم بیگناه را به قتل می رساندیم. سوال اساسی برای چی به این نقشه پوچ وارد شدیم؟ من هم همین را دانستن میخواهم. حکومت به دستمان گذرد، نفرانی که هم فکرمان نیستند نابود میکنیم. به خاطر که خلق جاهل است فرصت نباید داد. مثل ما فکر نمیکنم گفته نصف زیادی خلق را برای خودمان دشمن دانستیم. جناب قماندان، درباره وارد شوی در نقشه های گذشته تبادلات بگویید. برای پیشگیری میپرسم. نقشه تبادلات حالا هم موجود است؟ وضعیت ها با کلی دیگر شده است و این نقشه ها حالا هم در حالت آماده باش است. البته در هر وضعیت و زمان نو نقشه های لازمه را برای موافقه از نظر میگذرانند. حاضر یک گروه صاحب قدرت ها دنبال نقشه های خرج و مرش هستند. برای عملی گردانیدن فرصت مناسب را انتظار. اگر فرصت به دست آورند لحظه هم استادگاری نمیکنند. گروه های ظلمات چه نقشه های نوی تبادلاتی داشته باشند؟ یگان مثال آورده میتوانید؟ خیلی عادی سردارم. برای حمله اول سلاح پیدا کردن در کار. برای تبادلات عملیات ها باید گذراند که خلق باور کند. این را مرحله مادگی شرط ها می نامند. آید به انتظاری پوره شرط های آخرین تبادلات سخن گفته بودند. ترس زیاد و انتظاری دعوت نجات بخشان این مرحله آخرین آنها بود. این پیش از همه حکومت امنیت را به ناداری میرساند. عملیات های تروریستی و شدت زیاد میگردند. شهروندان را راه بلدی میکنند. بمب های زنده تیار میکنند. قتل عام میکنند. مسجدها را ولنگار میکنند. ماشین ها را میسوزانند. کارهای انجام میدهند که فرهنگ و دین نژادها را به هم جنگ میاندازند. سنی را با شیعه، شیعه را با سنی، دیندار را با حکومت، حکومت را با دیندار، میلتگرا را با محلگرا، محلگرا را با میلتگرا، کرد را با ترک، ترک را با کرد میشوراندند. مرش را باید دارید، بشبغلا را باید دارید، سویس را باید آرید، محله غازی را فکر کنید. همه این حادثه ها محصول دست قوه های سیاه است که برای شور انداختن جامعه تشکیل شده است. برای اغوا انداختن مردم همه جا را ولنگار میکردند. یک قهوه خانه را تیرباران میکند، همان لحظه ملتگرایی سر میزند. بعد از آن اشارت ها بر دروازه ها کشیده میشود. این خانه فلانی و آن خانه فلانی گفته جنگ میاندازند. خداوند خلق را از این شر نگه دارد. گفتنیه که همه اینها در حیات تطبیق کرده میشد. به یگان شبهه در وظیفه ما چرا نمیپرسند؟ امر بیشتر به جا آورده می شود.
سردار بشمت شد. دعا کنم که این نقشه ها در پرتگاه های تاریخ جا گرفته باشند. میترسم که این تمنا جواب مثبت ندارد. این گفته هایتان سند دارد مگر؟ بله، همه‌اش ثبت شده است. کسی با خواهش خود کار نمیکند. طبقه بندی در این کار هم هست. همه موافق چارچوبه وظیفه عمل میکنند. کسی از این چارچوبه نمیبراید. یعنی گفتنیت که مثل زنجیره تا راهبر امری نکند کسی با خواهش خود نقشه نمیکشد، همینطور؟ بله، همین خیلی. انبار این سندها در کجا است؟ در مرکز یکی از راهبرها. مکان دقیقی آن را با ما گفته میتوانید؟ خریطه‌اش را میگوییم. فردا اولین کارم مسعود اجازت گرفتن است. در مدت کوتاه‌ترین آنجا را خبر میگیریم. آنجا را با دقت میکوبیم. خوبان هم به مثل بدان جسور باید باشند. تقدیر این کشور را به دست 3-4 ماجراجو نباید داد. برای کار باز برایشان دلتان نسوزد. به هدف از هر طرف می رویم. در نزدیکی هدف با می خوریم. اگر دستگیر کنند یکدیگر را نمی شناسیم. داروهای خودکشی را می خوریم. اما اعتراف نمی کنیم. رفتیم. زودتر. گوش کنید بچه ها، ما نمیدونیم که آنها به کجا حمله میکنند. به قسم ها تقسیم شده و همه قهوه‌خانه ها رو نظارت میکنیم. از هر کار یکدیگر رو خبردار میکنیم. خیری، تو بچه ها رو به گروه ها تقسیم میکن. خوب بچه ها، به گروه ها تقسیم میشویم. عثمان، شما با اون طرف بیایید، ما با این سو. مرحمت، چی میخواهید؟ پیشخدمت چای شور نمیفروشید. شما محافظید؟ نه، پلیس هم. اکره، چه خیلی چای شور؟ این نوعی چای رو باری اول میفهمم. دهانم قاق شد. که یک چای خوب بیار بنوشید. بله شکر. خیری، یگان پیشروی هست؟ نه، قهوه‌خانه یکم را دیدی. در اینجا تنها آواز بازی است. همه چای نوشیده ایستاده بازی دوران. یعنی یک جای ساکن و آرام است. کوچه ها بی آواز، قهوه‌خانه آرام. فهمم، با دقت باشید. تلفن ها رو خاموش نکنید. از هر واقعه ما رو آگاه کنید. میلش. خوب بچه ها، میرویم از اینجا. اینجا هم خاموشی است. اپا، برای منم تپانچه هم جدا میکنید؟ تپانچه رو چیکار میکنی؟ میدونید در یک جا شاهدی دادم. حیاتم در خطر است. تپانچه نمیدیم. اما خاطر نشو. از آقای مظهر خواهش میکنم که به تو محافظت کنه. رحمت اپا. برادر، ساعت داری؟ دارم. 15 تا کم 10. بچه ها در درون میز نشستن. ببین 3 نفرن. فهم رفیق، تشکر. قماندان، روز شنبه به فوتبال میرویم؟ من امیدم را از اون دسته کنده کردم. یک هفته با حضور برد میکنند، هفته دوم باشه تماما مغلوب میشود. فنرباچی میترساند که کی گل وارد دروازه‌اش میگردد. یگان بازی رو با شب تماشا نکرده. مغلوب کند و غالب شود. ما طرفداریم. ای برادر، شوخی با شوخی قهرمان میشویم. یک چی بگویم بچه ها؟ در همین جا می نویسم. فنرو میگوید اما اون دسته میگفته که شما غالب نمیشود. با خدا، ترابزون هم با قوت است. فنری باشم هم قهرمان شدن ترابزون را میخواهم. یک قهوه‌خانه دیگر 2 کوچه بالاتر است. آن را هم میبینیم. زودتر شتاب کردن لازم. در درون میز کپک نشستند. یکی از بچه ها قماندان
دوی دیگر خطاری کارشان را حل میکنیم روزنامه ها زفرمان را مینویسند تلویزیون پارتیزان ها بزاو خواهند مایلش سردار بیایید زود باشید Акам, ба мозе чой биоред, чой сиёҳ. ҳама бозиро бас кунад. Нашунидед магар. Нашунидед мегӯям. Зуд бошед. Дастҳоро бардоред. мо аз номи Курдистон ҳамла кардем. инҷо аскароне аст ки дар хоки мо хун рехтанд. онҳоро мегирем. ҳама ин тараф гузарад. ин тараф гузар. Ро гардед. Зудтар. шумо инҷо монед. дар инҷо ҳам касе нест. акун чӣ кор мекунем? дигар қаҳвахона нест магар? 3 кӯча болотар аст. рафтем. зудтар дар. از ما چی میخواهی احمق؟ با من بدسخانی نکن. چی خیلی که خواهم با تو گپ میزنم. از تو کسی نمیترسد. چی میخواهی از ما؟ مردن شما را. چرا این خطر دود میزنی؟ چرا مردم رو میترسانی؟ از دست چیزی نمیآید. کارهایی که به پارتیزان ها کردید جواب ندید. از شما خونهای ریخته شده را میپرسم. به دهانت نگاه کرده گپ زن. ما به وطن خیانت نکردیم. ما اون خاکی رو که به وطن تعلق دارد از دشمن و تروریستانی که خون خلق را میریزند توزه کردیم. به تمامی مردمی کشور صدا میدیم این حادثه عبرت شود. پدران و مادران فرزندهایشان را به عسکری روان نکنند. تو چیا میگویی احمق؟ این چی سخن است؟ سخنهایت را سنجیده بگو. بیهوده لاف مزن و اگر جسور باشی پران مرا. من هم همچونی. چه انتظارت؟ پرانت. از قهوه‌خانه پس دیر کردیم. زودتر خیلی قهوه‌خانه کوچه 305 آواز تیر از اونجا بر اومد. زودتر به اونجا بیایید. زودتر باشید. زودتر. احمق رازی این چی کاری بود که تو کردی؟ احمق خائنان نابکاران جواب این کارها را همه‌شان را فرانید. یگان کس نماند. از خائنان خستمان را گرفتیم. با ما هم دستگی میکرد. خائن سزایت همین. رفتیم برویم. همه رو سنجید. یوری تجلی جیزانید. تمام. مرکز زودتر یوری تجلی رو روان کنید. زودتر. سردارمون مرده است. خیلی او زنده است. شیفو میوید دارم. صبر کن. حاضر یوری تجلی میرسد. کاری من در دنیا تمام شده است. خسته مکن. خودت رو خسته مکن. شما تروریستان رو دستگیر کنید. خستمان رو از دشمنان ملت گیرید. خونمون در زمین نمونه.
بچه که زیبایی من، بچه که خوشرویکی من، بچه که زیبایی بچه که پدر شیر بچه که من. پسرم در بیرون نفری اومده است، میخواهد تو رو ببیند. خدایا خداونده کی باشده؟ نمیدونم، خواهش کرد که تو رو ببیند. خوب اما ما رو در اینجا کسی نمیشناسد. کو ببینم؟ آقای مظهر چی میخواهید؟ اول خوش آمدید نمیگویی ایگید؟ خوش آمدید، مرحمت. به خانه ندرایم، من برای تو آمدم. افسوس که کارها خوب نیست. بخیر است آقای مظهر. گروه تروریستی باز حمله کردند، به قهوه خانه شهر در آمده اسکران را شهید کردند، ساکنان را کشتند، لیلا را ربودند. خدا رحمتشان کند. پشت این کرگس ها باز به خاریدن در آمده است. به فکرم رزیلان بیشرف. آقای مظهر اما من چیکار کرده میتوانم؟ کاری که میدونی اجرا میکردی خوب میشد. آمده با ما در یک جایگی مجادله را دوام ده، به قوه همان قوه زن میکنی. آقای مظهر شما به این هم پر قوتید، ده ها آدمان دارید. اما هیچ نباشد تو تجربه و معلومات داری. باور کنید که فاتح را ترک کردنم دشوار است. با او بسیار خونگذری کردم. صد افسوس. به من یک مهلت اجازه دهید. فرزندم به مهر پدری کلان می شود. برای تربیت او یگان کاری نکردم. او باید خوب به وای رسد. تربیت خوب گرفتن فرزندت به جامعه ربط دارد. جامعه خوب نباشد فرزندت چگونه تربیت خوب میگیرد؟ میتوانی بگویی؟ که این کاندو نو و بسته از همه حال و فعالند. میدانی تلجی نام شخص قوه ها را باز جمع کرده است، در اندیشه آنند که گروه های تروریستی را استفاده کرده شهر را به خون آغشته کنند. بله میدانم. کوشش دارند که با راه ملتگرایی مردم را به یکدیگر جنگ اندازند. یک روی بی‌معنی را یک طرف گذار. تنها برای فاتح نه، برای تمام فرزندان ملت آنها را از این راهشان باز داریم. نمیدانم آقای مظهر. یگید من مثل پدرت هستم. یگان پدر بدی فرزندش را نمیخواهد. ممکن قرار نادرست باشد. فرض کردیم که من خطا کردم، اما بدی تو را نخواستم. یگید ای باشه در من است، نه اینکه در دعوا. از من قهر کرده از دعوا دور مشو. زود باش آتیف. خب بگو که لیلا رو با کجا بردن؟ آخر کوشش دارم خیلی، بیکار نایستادم. کمی زودتر باش. وظیفه رو با تو بهوده نداده ایم، یا اینکه از مرکزهای اینترنتی یگان نفره بیاریم ها؟ کاری را که من نتوانم دیگری هم نمیتواند. من که نیافتم دیگری هم نمییابد. تو این کله را ببین. معلوم است معلوم است. زود باش. من از شما نرنجیدم. درد من دیگر است. من از کسی چیزی نمیخواهم. میخواهم با خودم باشم. تو نفری مخصوصی هستی یگید. خلق، دولت، من همه احتیاج به تو داریم. آقای مظهر من دیگر وجود ندارم. مرا ببخشید. ما را تنها مگذار یگید. کاری که پشیمانی می آورد مکن. خدا مددگارتان باد. نه ببین انباره که لیلا را به آنجا بردن. راست، لیکن
ای برادر اینها بجز انبار جای دیگر نمیدونند؟ شکری به اندازه. مایلاش شکر. در حال با آقای مسر خبر دهید. انشاءالله که ایت را راضی کننده است. انشاءالله. لبای خیری. آقای مسر جای لیلا رو معین کرده. خوب فهمم. جای لیلا رو معین کردن یگید. وقت زیادتی نداریم. بیا مجبور مکن که با اصرار خواهش کنم لیلا را خوراک تروریستان نگردانیم یگید. خوبش می شود. با من بیا او را یک جای نجات دهیم. آینده را یک جای بنیاد کنیم یگید. آقای مسر خواهش میکنم از اینجا روید. گفتم که با شما نمی آیم. لیلا را اهمیت نمیدهی. احمق‌هایی که اسکران را شهید کردند آنها بی پروا در کوچه ها سیر و گشت می نمایند. نخواد بی پروا باشه که باز جان دیگران را بگیرند. قاتلان بی پروا در کوچه ها سیر و گشت کنند و خون ناحق ریزانند. این کشور را به دست احمق مگر تسلیم کنیم یگید؟ سرم این کی بود؟ آنقدر مهم نیست مادر. همکاری پیشینه. تماشابینان محترم، حاضر به شما خبری غم‌انگیزی میرسونیم. شبی گذشته در قهوه خانه شهر 3 عسکر را که در خاک شرقی کشور خدمت کردند شهید کردند. مردمی که خبر را شنیدند نزد قهوه خانه جمع شده اعتراض نمودند. وضعیت ناآرام است. احتمال است که در منطقه جنگی ملت‌گرایی سر زند. طبق معلومات‌های قدرتی دشمنان حمله‌های غرضناک دارند. خدایا مدد کن. مدد کن خدایا. التجا میکنم به من راه راست را نشان ده. گردنشان شکند در زیر خاک بمانند. نفری پیدا نمیشد که راه آنها را بگیرد. در آخر تلویزیون خبر داد که تب دلی ما را خوش کرد. سردارم حالا این هیچ چیز است. شما بدتر سر زدن جنگ ملت‌گرایی را تماشا کنید. همین خیر رفتن گیریم این روزهای شدتناک حیاتمان میگردد. کنی بینم شما را وطاز. وقتی گم کردن نداریم. یک لحظه پیشتر سر کنید. چنان غیرتی کنید که یک ملت دیگر را رحم نکند. با جان و دل سردارم. مینیکه که من خبر خوش را جشن گیریم. سلام. خوشیتون زیاده بوده. خوش آمدی برات. فیلمی هنری سر می شود. یک جای تماشا کنیم. کارها طبق نقشه های کشیده. باز کارهای شما است محترم. برای تو مرا سبدی کارناشایم فکر کردی. در اینجا 5 و 6 بازی نداریم. تبدلات میکنیم. تبدلات. آوازهایی که از کوچه ها سر میزند شنیده ایستادم. حکومت استعفا. حکومت استعفا. مینیکه که هم حکومت هم به صندوق گور کرده می شود. اولین خاک را من میپرتایم سردارم. خواطر ما باشد. محترم سودیا، این شخصی که میبینید لیلا است. همچون مخبر به درون ما وارد شده بود. اعتمادی سازمان را صاحب شد و نقشه های سازمان را به حکومت فروخت. خیانت بر سازمان مرگ است. به همین خاطر من مرگ این نفر را طلب میکنم. یگان گفتنی داری؟
مکانشان هم اینجا. لیلا خانم رو اسیر گرفتن. اکنون چیکار میکنی؟ نمیدونم اخی. برای حمله اومدیم ها. انتظار شیم یا اینکه اوف این کار اینقدر دشوار بوده است. توبه از بخیلی میگفتم که چرا وظیفه کیگیت رو با من ندادن؟ توبه کردم. اون فکر رو ترک میکنم. بله ترک میکنم. چی کار باید کنیم؟ آقای مظهر. بله بهترش با آقای مظهر زنگ میزنم. سردار ما در نزدیک بریم. با بچه‌ها مصلحت کردیم. از همه زیاد من فکر کردم. مشورت کردیم با شما مصلحت کنیم سردار. وزیر ما چیکار کنیم؟ یگید نمیاد خیری. بله. نجیب سردار بازدکی یک جا. نخود. عملیات رو تو راه بلدی کن. کاری بکن که لیلا را از دست خائنان نجات دهی. از شما خوش خبر انتظارم. بچه ها کار با ذمه خودمون با بحر رفتیده مجبور شینو میکنه. حیات لیلا خانم در خطر نفتیده آدم ها رو میبردونه. 2 نفری میرویم. 2 نفری. جنگمون مبارک بودم. کنی رفت. مادامی که گفتنی نداری ما قرار میدیم. چخیلی که دادستان گفت جزای خیانت مرگ است. من هم تو را به مرگ محکوم کردم. مرگ تو با ترپرانی صورت میگیرد. خیز از جویا. نشان گیر. عادت به جا آورده شود. سخنی آخرین داری؟ سخنی آخرین گفتی. این کشور رو تقسیم کرده نمیتوانید. مردم رو با یکدیگر جنگ انداخته نمیتوانید. به خون ریخته‌تون غرق شده به جهنم میروید. آن سخنی آخرین. با مسکر از اردش برآمده میتوان؟ بله. درحال کارش رو حل کن. منم یک رو با من دهید. زود دقت اطرافتان احاطه کرده شد. سلاحایتان را پرتافتان تسلیم شوید. این چه آواز است؟ کی گپ میزند؟ سردارم گروهی مخصوص ما را احاطه کردند. در دستشان سلاح است. بسیارند. از آنها سلاح باشد این چیست؟ چیکار کنم؟ اگزار داشته باشم. اطرافتان احاطه شده. سلاحایتان را پرتاید و درحال تسلیم شوید. اگر نبراید مجبور میشویم. سردارم چیکار کنیم؟ آنها نزدیک شده ایستادند. پرانید. احتیاط کنید. با دقت باشید. تسلیم نمیشویم. همه را کشید. کسی زنده نماند. زود برخیب بگردید. زود باشید. میگریزند. دنبالشون شوید. همه‌شون را کشید. چه شد؟ بر وقت برف باریده؟ با یک پف کردن آدم‌هایتان نابود شدند. اکنون کی تو را نجات میدهد؟
کی پرام دختر گریخته است زود باشه دختر رو پیدا کنه راهبر رو کی پرانده باشه من پراندم رسولان نامرد قاتلان کودکان معصوم خائنان بیشرف